خب سلام دوستای گرامی، به درس امروز خوش آمدین. درس امروز ما معرفی بلک شادوز و همچنان ساختن این قسم یک بک‌گراند. این بک‌گراند ها در استفاده بعضی از کارت های روسی بعضی جاها خیلی کاربرد داره و بسیار یک بک‌گراند زیبا است. پس بیاین که با هم شروع کنیم. پس شروع میکنیم به معرفی بلک شادو. شادو از هر جسمی که شما داشته باشین از او جسم براتون سایه به طور مستقیم مندازن. اکستورد که درس قبلی خواندیم برای سه‌بعدی ساختن است، اما بلک شادو واقعا سایه مندازه به این حالت، یعنی به هر زاویه‌ای که دلخواهتان بود میتونین او را کش کنین. عموما برای نور یا برای حالت‌های مختلف که نظر به دیزاینتان میتونین از این استفاده کنین. حتی میتونین رنگش تغییر بدین، مثلا سایه چی رنگ باشه و مو رنگ برای شما سایه میندازه. میتونین از این قسمت زاویه‌اش تغییر بدین، از این قسمت اندازه‌اش تغییر بدین به اساس درجه و سانتی متر. و اگر نخواستین بلک شادو نباشه پس میتونین کلیر. یک معرفی کوتاه بلک شادو بود که گاهی اوقات ضرورت میشه، حتی از نوشته ها هم شما میتونین هر قسم نوشته ای که داشته باشین میتونین که از طریق ازی ورزو یک شادو به این ترتیب، یعنی به هر زاویه‌ای که دوست داشته باشین میتونین که بیندازین. این آپشن هاش میتونین که تغییرات رویش بیارین که به خاطر حاشیه ها تنظیم حاشیه هاست. میبینین که حاشیه هاش تا اندازه تغییر میکنه. این روی ازو کار میکنه و شما میتونین که او را تعیین کنین. و بر علاوه ازو در این قسمت شما اکسپند بلک شادو رو که میبینین به این معنی که امون بلک شادوی تونه این قسمت رو یک استروک میده و او اندازه استروک شما میتونین که از این قسمت تعیین کنین و اینک، یعنی همون سایه تان در چی اندازه فاصله داشته باشه یا نداشته باشه از این قسمت بریزو شروع میکنیم. پس ما میایم روی پروژه خود. از این یک کاپی میگیریم دارویش، همون بالاتر انتخاب کرده و وسط او رو خالی میکنیم. پس دوباره قسمت آبجکت آمده ای رو میگیریم convert to outline object. حالا این به طور شد که تا درس بعد خدایا رو یاورتون.